حیا باید که دارد آدمی ذات، که لعنت بر وجودی بی حیا باد. اول السلام علیکم به کل تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. با خواست خداوند امروز دوم قسم پالفینال آزمون قاریا هست. میتونین به حضر تماشا کنین. قاری محمد اقبال میامدن انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین. از دیدارتان خیلی شاد هستیم انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید. محمد اقبال هستم از دهی سرخی ناحیه اصفهان و اشتراک کننده همین برنامه انشاءالله. سلامت باشین قاری جان. وقتان خیلی انتظار بودیم انشاءالله. خب قاری جان یک قرائت میکردین انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظیم. ماشاءالله قاری جان، بهترین آواز انشاءالله. خب قاری جان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر اکی قاری جان، انشاءالله اول اینکه ما بیماری شما رو به نظر میگیریم و خطاگی ها در همین که حرف حو، حرف های هی سبک رو غفظ خوندین، فتحجد و بعدا مشهوده و باز انا زهوقا که در همین حرف های هی سبک آمده است. شما حرف هی غفظ خوندین و حرف ر رو نیز غفظ خوندین در حالت زیر و بعدا حرف خ رو 6 خطا انشاءالله که بهترین است. در چند آیت؟ در 6 آیت. در 6 آیت؟ 6 آیت. خب قاری جان انشاءالله که یک غزل میخوندین. شکر کن ای دل که دادستت خدا پای روان. شکر نعمت لازم است بر جمله پیر و جوان. چشم بینا داده است
بر دادش شکرانه کن. هر دمی بر داده و نادادش شکرانه کن. قامتی زیبا و حسنت نعمتی از دانی توست. نعمتی دیگر تو را این چهره خندانی توست. یک نظر بر حال معیوبان کن و شکرانه کن. هستی خیش دور علتا فی خدا پروانه کن. بر یکی پایی روان دادست یکی محروم زی پاست. شکر باید کرد که جمله داده ذاتی خداست. و آن یکی را چشم بینا و یکی را چشم کور. شکر باید می نمودن جمله را اندر حضور. با خدا بودن همه کس را کفایت می کند. چون خداوند بنده خود را عنایت می کند. او ز هر یک مشکل ما را حمایت می کند. وای بر آن که این همه دارد خیانت می کند. پند اقبال همچو شمع گیران در زندگی. چون مرادی او همین است تا کنه ما بندگی. چون مرادی او همین است تا کنه ما بندگی. هزاران درود و هزاران سلام زما بر محمد علیه السلام. اللهم صل وسلم و بارک علیه. سلامت باشین قاری جان، ماشاءالله. اما این کرد تیاری خیلی سست به مثل اولا نیست. خیلی انشاءالله که بخیر است. خب انشاءالله منتظر میشیم مانده قاری را انشاءالله میبینیم، بعدا خالها را حساب میکنیم انشاءالله. قاری سبحان. السلام علیکم و رحمت الله. قاری جان خوش آمدین انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشه قاری جان. خب انشاءالله که شروع میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العظيم. سلامت باشه قاری جان، ماشاءالله.
салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту акаи қориҷон. Иншааллоҳ ки беҳтарин қироат, беҳтарин таҷвид ва ҳамин баъзе калимаҳоро мисли муқ, маҳум, мисли сакта хондем. дар як ҷо иншоаллоҳ ки як хатоги муқ, маҳум иншоаллоҳ ки беҳтарин аст. чанд оят? дар 8 оят. саломат боши қориҷон. хуб, иншоаллоҳ як ғазале мехондем. صدر بدر عالم یا مصطفی محمد ای نور هر دو عالم یا مصطفی محمد من که تو را ندیدم نامی خوشت شنیدم من که تو را ندیدم نامی خوشت شنیدم دینی تو برگزیدم یا مصطفی محمد دینی تو برگزیدم یا مصطفی محمد مرغانی مغزاری کبگانی کوه ساری مرغانی مغزاری کبگانی کوه ساری وصفت کنم بهاری یا مصطفی محمد وصفت کنم بهاری یا مصطفی محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. машааллоҳ қориҷон. хуб, беҳтарин иншоаллоҳ. хуб, агар мунтазир шавем бисёр хуб мешавад. баъд холҳоро дар охир ҳисоб мекунем. қори Али Муртазо. Assalomu alaykum. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. хуш омадед қориҷон. хуб, иншоаллоҳ вақтро намегирем, иншоаллоҳ шурӯъ мекунем. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. صدق الله العظیم. خب машааллоҳ қориҷон, иншоаллоҳ. Ада шудан баъду бисёр калимаҳоро зуд кашидем. Нафси, амартани. хуб, дар чанд оят чӣ қадар хатогӣ аст? Хатогиҳошон хатои таҷвидӣ нестай, ростӣ хатои таҷвидишон дар ҳамине ки мақсад ҷое ки истай дар ҳамон ҷоҳо зуд истодан. баъдан бу бисёр гум кардем. се оят бихонем ки майш бихонем. ҳамин оҳиста хоне фақат шумо тези баъд. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خب саломат бошен қори. саломат бошен қориҷон. хуб, қироат кати нахондан ростӣ як хатогиш баъдан ами ҳарфҳоро талаффузи хуб накардем. ваҳува ба қирта гирифтем. табаракаллади биядиҳил мулку ваҳува ала чӣ кардем? ду хатоги чӣ мекунем хай? аз ҷиҳати тез хондан ки намудам дар ҳаяҷон ҳасте. иншоаллоҳ беҳтарин мешавад. хуб, қориҷон як ғазал бихонем. أبدا لنا النحيد أبدا لنا النحيد أبدا لنا النحيد أن خطى الإيمان ضربنا درب القويم دربنا درب القويم بالهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله أدن علينا أسود العرين نبض عماما أبدنا نلين أدن عليها عسود العرين نمضي أماما أبدنا نرين
حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المصير جند الله جند الله جند الله جند الله. خب سلامت باشین قاری جان. انشاءالله خیلی در اونجا بنشین منتظر میشین، ما خالها رو حساب کتاب میکنیم انشاءالله. خب قاری نکروز جان مرحمت اکنون بروین جنبستی خطایگی هسته. خب قاری جان از خطان شروع میکنین. قاری نکروز جان 4 آیت خوندین، 4 تا خطاگی. خطا میدونستین که در 4 خطایی گفته بودم که در هر یک آیت یک خطایی شوه و خوب نمیشد. ما 9 تا بال دادیم در همین خواندن برای آوازت، برای همین قرائت 9 تا بال دادیم که آواز خوب دارین، با قوه دارین، همه طرفه خوب است. در غزل خواندنت 5 تا بال دادیم، همگی میشه 14 تا بال. شما که قاری جان از ما نرنجین از سببی که در 4 یا 4 تا خطاگیش دیگه است. نکیم باور کنین در آوازتون ما خودم راحت کردم تیاری بینم با بهترین آواز دارین و انشاءالله که غزل خوندن شدین، آیت خوندن شدین، ما همینجا این رقممون است. چیزی که باشه با ما میتونین که همکاری کنین. خداوند نگهبانتون باشه. میندار هستیم برای اینقدر آماده اشتراک کردنتون. خب ما یک پدرکه نو چیز بهراتون داریم انشاءالله. قاری جان هم انشاءالله پدرکه نو چیزی ما رو قبول کنید. سلام همشه قاری جان. قاری محمد جان محمد مرحمت سلامت باشه قاری جان. 11 آیت خوندین قاری جان. در 11 آیت 4 تا خطاگی است. بهترین هستین. ما برای همین 11 بال دادیم برای شما. 11 بال برای انا همین، برای چی که شما خطایتون کم بود در تجوید. اگر در همینجا آواز نمیشد، مثال نشید نمیشد، شما از قرائت میگذشتین. ما مثال که هر یک آیت یک تا خطایی گفتیم. لیکن از سببی که مثال ما اینجا آواز هم نگاه میکنیم، آوازتون به درجه اولی نیست. مثال ما در آواز شما را 3 بال دادیم. اگه آوازتون خطون هم خیال میریم با گوش میکنین میفهمین. اونجا در مثال خیلی 20 خطایی بوده که من نخواستم که همه شب را گپ زنم. از طریق آواز ما شما را 3 بال دادیم، میشه 14 بال. خیلی که متاسفانه نگذشتین انشاءالله. خیلی با آزمون‌های آینده هست. من فکر میکنم که شما تیاری‌های خوب میبینین و با در این آزمون‌ها انشاءالله که اشتراک میکنین. خداوند نگهبانتون باشد. یک پدرکه نو چیزی از ما هست برای شما. خداوند نگهبان قاری جان. پدرکه نو چیزی ما رو قبول کنید انشاءالله. بهترین تیاری بینین انشاءالله. بود آزمون‌های خوب پیش میشه انشاءالله. اگر خدمتش در ما حتما همینجا هستیم. چه خدمتی که باشد. خداوند نگهبان قاری جان. سلامت باشه. قاری ابراهیم که من در حیاتون ساعت بستگی نیست. بستگی نیست میبندی. بستگی نباشی میبندی که ساعت بهترین است. خب قاری جان شما 10 تا آیت خوندین، 4 خطاگی است. ما بینابر گرفتیم و برای آواز فورمتون ما دیگه 10 تا بال دادیم. در همین آیت خوندنتون 10 بال است. در غزل خوندنتون 8 تا بال دادیم. در غزل خوندنتون میگیم یک تا همه مینوس میکنیم، یک تاش مینوس میکنیم ای سببی ای تلفن ما گفته بودیم 17 بال میشود. شما گذاشتین انشاءالله در دور سوم ما شما رو منتظر هستیم. ساعتی 40 ساعت حالشان قاری جان خدا نگهبانتون باشه. می نداریم. قاری شاهزاد مرحمت سلام علیکم قاری جان بار دیگر. خب قاری جان شما هم 11 آیت خوندین. در 11 آیت 3 خطاگی هست. خیلی خوب است انشاءالله. ما برای 12 بال دادیم به شما. در غزل ازبکی خوندن تو از سبب خطای خودتون کردین که ما 6 تا گفتیم شما 12 تا خوندین. ما در همین 4 تا دادیم تون 4 بال دادیم در همین و نکیم با اینجا مینوس کردیم 3 تاشا 3 بالش مینوس کردیم میشه 13 تا بال. در غزل تاجیکستان با 3 بال دیگه دادیم 16 بال شدین. ماشاءالله شما رو در دور سوم ما منتظر هستیم. خداوند نگهبانتون باشه قاری جان. خوب یک سلام کنیم با شما دست مبارکتون نگیریم باش. خداوند نگهبان. گذشته. خب قاری جان
شما 15 آیت خوندین یک خطاگی. این خیلی خیلی همه طرف خوب است. ما در همین 17 بال دادگی هستیم در آیت خوندنتون. در غزل خوندنتون 11 بال دیگه دادگیم. همه طرف خوب هستین. 27 بال میشه، 28 بال میشود. این قریب که رکورد. ماشاءالله خوری جان. خیلی تبریک میکنم که خوری جان انشالله. امروز 20 ساعت میرین ده. بهتر باشین خوری جان، خوش آمدین. انتظاره. قاری محمد اقبال مرحمت. خب قاری جان شما 6 آیت خوندین، 6 خطاگی های. باور کنین 6 تا خطاگی های. نکن برای هم آواز خوب دارین. ما 8 بال دادگیم در همین. در قرائتتون 8 بال دادگیم. و از خیلی راه دور آمدگی هستیم با انشاءالله. خیلی که اینجا در مثال ما بیماری دیگر چیز نگاه نمیکنیم. همه ما بنده خدا هستیم. هر درد داد خدا میته، شفاش هم انشاءالله. ما همه وقت دعا هستیم. ما خاک پای شما را دوست می‌داریم. لیکن از سببی که آوازتون بهترین است، بهترین آواز دارین، ماشاءالله آواز است. خیلی نما میگم تمام این تماشابینا و تمام انسانایی که گوش میکنن مثال در همونا خیلی معلوم است که به همه در آوازتون هم 8 بال دادگی میشه 16 بال. انا که در دور سیم خوب تیاری ببینین که اگر با همه خیلی بیاییم میغلطین. انشاءالله سلامت باشین قاری جان. ما در دور سیم شما را منتظر هستیم. انشالله انتظاره. انشاءالله. قاری سبحان مرحمت. خوش آمدین قاری جان بار دیگر. سلام قاری جان. شما 8 آیت خوندین، یک خطاگی. بهترین است. ما 13 بال دادیم در همین. و در غزل خوندنتون از سبب کمک غزلاتون مثال آهنگ خوب نزدین، لیکن آواز فورم دارین. آوازتون در حقیقت فورم است. ما اینجا اساسا تجوید نگاه میکنیم. آواز از سبب که 8 آیت خوندین و یک خطاگی ما 4 بال دیگه در همین وای دادیم. در همین نشید خوندنتون 17 بال میشود. خیلی شما را ما در دور سیم منتظریم. لیکن خوب تیاری کنین غزل رو همه طرفه انشاءالله. نگاه می‌کنم. انتظاره. قاری علی مرتضی. خب سلامت باشه قاری جان. 2 بار خوندی خطا کردی، لیکن تجویدت خوب است. بله گم کردی شما. باز 3 آیت که خوندی در 3 آیت 2 تا دیگه خطا کردی. ما مثال گفته بودیم که دفعه دیگه شما مثال با تیاری خوب بیارین، با تیاری خیلی خوب بیارین. ما در همینجا در 2 خطاگی شما ما 3 بال دادگیم. به سبب که شما 2 بار خطا کردین و خوندین. باید که شما تیار میکردین می اومدین بعد مثال اشتراک میکردین. یک بار قطعی باید میخوندن. بله. بعد در غزل خوندنتون راستی بال عموما داده نمیشد و 2 بال دادیم. از سبب که تماما قافیه ها زبان عربی بود. قافیه ها شاید که خیلی خوب باشه، ما معناش اونقدر خوب نمیفهمم. اما طرز خواندن خودت خوب بوده. در همینجا طرز همین خواندنت و آواز تا به همین تغییر نکرد. شما آواز دارین خوب است همه طرفه و فقط تیاری نادیده میبینین. انا همینش خوب است که شما همگی 5 بال گرفتگی هستین. مثلا خیلی کم است و از سبب تجوید من یگان سخن ندارم. بهترین است، خوب است. نه که اگر شما با تیاری خوب می اومدین با نور علی نور میشید. ما ان شاء الله که شما را میتونیم که بگذاریم از سبب تجوید. ما غزلتون هم نگاه نمیکردیم. ما ممکن که اهم تجوید ما یک عباره ممکن 16 17 بال میدادیم. به سبب که تجوید خوب دارین، همه طرف خوب هستین. لیکن آزمون همین خیلی است که شما مدت 1.5 ماه میشه و 2 ماه میشه این گذشتگی اوشه شما در این مدت خیلی تیاری خوب میدیدین که تیمبول شما مثال بعد همون ریزی بگیم شما قاری هستین. قاری‌ها باید که تیاری باشن، همه وقت تیار باشن. ما 20 روز خیال کرده من دیگه صورت تیار کردم یامون دیگه صورت. انا همینش مینوس شما شده دیگه. کم اکثر باید شما دیگر صورت نمیخوندین. ده ما آگاهی نمیدادیم. همین کجایی که میخوندین گم میکردین ما با اتمام میرسوندیم. هر مثال ما گفتیم که مثال میتونین 3 آیت بخونین، میتونین 5 آیت بخونین، نه تا 15 آیت خوندگی هستن. مثال در 15 آیت یک خطاگی است. مثلا شما 3 آیتی که دیگر سوره را تیار نکرده خوندین، در 3 آیت 2 تا دیگه خطاگی شد. مثلا با سبب گم کردین. خیلی ان شاء الله که باز اونجا در مثال طالب علمایی هستن که
نگاه میکنند انشاءالله. همین سبب شما متاسفانه نگذاشتین. خیلی انشاءالله آزمون‌های نوبتی میشود با بهترین آزمون‌ها. یک پدرکه نو چیز داریم تحفه قبول نو چیز کنین انشاءالله. در حق ما با دعا باشین. یک خدمت تیاری خوب اینه بود انتظاری. خب سلامت باشین. این بود نوار امروزه ما. همگی در حق ما دعاگو باشین. کدومی که قاریانی که امروز در اینجا مثال نگذاشتن از همه شما عذر میخواهیم. این به اختیاری ما نیست. ان شاء الله خودتون ان شاء الله با رفته گوش میکنید و میفهمین. همتون دوست میداریم. خداوند نگهبانتون باشد تا نوارهای آینده.